علت واقعی درد عصبی و سوزش در دستها یا پاها. اعصاب بدن شما سیگنال های الکتریکی مغز و نخاع شما را از طریق خود حمل می کند. سیستم عصبی هنگامی که اعصاب شما سالم هستند و به درستی کار می کنند، احساس کنترل حرکتی را فراهم می کند، به طوری که شما می توانید بخش های مختلف بدن خود مانند دستها و پاها را حس و حرکت دهید. با این حال گاهی اوقات این اعصاب می توانند آسیب ببینند و باعث ایجاد احساسات غیر معمول در شما شوند. علائم آسیب عصبی به پاها و دستها: سوزن شدن مانند شوک الکتریکی و تیر کشیدن، داغ یا سرد شدن، احساس درد سوزاننده داغ یا سوزش سرد، احساس گزگز یا مورمور، بی‌حسی یا ممکن است متوجه شوید دستها یا پاها کم کم بی‌حس می‌شوند و حس خود را از دست می‌دهند. این نوع آسیب عصبی نوروپاتی محیطی نامیده می‌شود و معمولاً بر اعصابی که دورترین فاصله را با قلب دارند مانند انگشتان پا یا انگشتان دست تأثیر می‌گذارد. این اعصاب شبیه به سیم‌های برق هستند که اگر آنها را با ویتامین‌ها و مواد معدنی مناسب در رژیم غذایی خود تغذیه نکنید به راحتی آسیب می‌بینند. در این ویدیو قصد داریم 6 علت اصلی درد و سوزش عصب را بررسی کنیم. نوروپاتی دست و پا و چگونگی رفع آن با استفاده از تغذیه و درمان‌های طبیعی. فقط یادآوری همیشگی ما این است که این ویدیو فقط برای اهداف آموزشی است. بنابراین اگر نگرانی پزشکی دارید حتما با دکترتون مشورت کنید. ممنونم از شما که مثل همیشه در این ویدیو ما را همراهی میکنید. برای حمایت بیشتر لطفا ما را لایک کنید، سابسکرایب کنید و گزینه زنگوله اون بالا را هم بزنید تا هر وقت ویدیوی جدید آپلود شد شما هم از اون با خبر بشید. 1. کمبود ویتامین B1 و B12. اولین و شایع ترین علت مشکلات اعصاب محیطی کمبود ویتامین B1 و B12 است. بدن انسان به مقدار زیادی تیامین و کوبالامین برای ساخت و محافظت از میلین، پوشش چربی که اعصاب شما را احاطه و محافظت می کند نیاز دارد. هنگامی که شما در هر یک از این مواد مغذی دچار کمبود هستید، میلین می تواند به طور مشابه به یک سیستم الکتریکی آسیب ببیند و باعث می شود که عصبها به اشتباه تحلیل کنند و مغز شما سیگنال های شکسته شده را به عنوان درد، سوزش، بی‌حسی یا احساس تیر کشیدن تفسیر می کند. 2. قند خون بالا. دلیل اصلی کمبود ویتامین B1 در افراد این است که آنها کربوهیدرات ها و قندهای تصفیه شده زیادی مانند نان، شیرینی، آرد، بیسکویت و غیره را مصرف می کنند. این غذاها به سرعت به قند خون تبدیل می شوند که ذخایر ویتامین B1 شما را از بین می برد. 3. وضعیت کورتیزول بالا یا همان استرس بالا. بسیاری از افراد ماه‌ها یا حتی سالها در حالت استرس عاطفی زندگی می کنند که می تواند هورمونی به نام کورتیزول را بالا ببرد. این روش بدن برای حفظ انرژی برای مبارزه یا فرار است. با این حال در طول زمان می تواند ویتامین B1 شما را تخلیه کند. نوشیدن بیش از حد نوشیدنی های کافئین دار مانند قهوه، چای یا نوشابه نیز می تواند بدن را بیش از حد تحریک کند و ذخایر B1 شما را تخلیه کند. 4. مشکلات گوارشی به منظور جذب ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیاز برای تقویت اعصاب سالم مانند روی، مس، منیزیم، B12 و B1 باید سیستم گوارشی قوی و سالمی داشته باشید. اگر متوجه شدید که در روده بزرگ دچار نفخ، گاز، سوء هاضمه، رفلاکس معده یا التهاب هستید، ممکن است به اندازه کافی این مواد مغذی را جذب نکنید. همچنین با افزایش سن اسیدهای معده شما به طور طبیعی ضعیفتر می شوند که تجزیه و جذب ویتامین B12 را مشکل می کند که برای ساخت پوشش اطراف اعصاب یا همان میلین حیاتی است. 5. پروتئین های ژلاتینی.
هر وقت غذایی میخورید که حاوی قند باشد، این قند با چربی یا پروتئین نیز مخلوط میشود و میتواند ترکیبات چسبنده‌ای در خون شما به نام AGEs ایجاد کند. نمونه ای از این موارد خوردن گوشت‌هایی با سس‌های شیرین، پیتزا، بستنی حاوی چربی و شکر، روغن‌های پخته شده با شکر مانند مارگارین در کیک یا شیرینی و غیره. این ترکیبات می توانند به سطح سلول‌های عصبی شما بچسبند و به آنها متصل و باعث شوند که به درستی کار نکنند. این کار باعث ایجاد التهاب در اعصاب شما می شود، زیرا سیستم ایمنی شما شروع به حمله به این پروتئین‌های خارجی می کند که در این حالت اعصاب شما را درگیر می کند. 6. رژیم غذایی کم چرب. پوششی که از اعصاب شما محافظت می کند از چربی ساخته شده، بنابراین مهم است که اسیدهای چرب ضروری زیادی در رژیم غذایی خود به خصوص امگا 3 ها را داشته باشد. با این حال برخی افراد برای کاهش وزن از رژیم غذایی کم چربی و محدود به کالری پیروی می کنند که در طول زمان می توانند باعث تخریب اعصاب محیطی و نخاع شوند. چگونه اعصاب خود را ترمیم کنیم؟ 1. غذاهایی که به طور طبیعی غنی از ویتامین B12 و B1 هستند را به طور منظم بخورید، از جمله مخمر غذایی، جگر گاو، صدف، ماهی آزاد، تخمه آفتابگردان، گوشت خوک ارگانیک و سیر. این مواد مغذی کلیدی مورد نیاز برای ترمیم غلاف میلین در اطراف اعصاب شما را تأمین خواهند کرد. 2. با نوشیدن 1 قاشق سوپخوری سرکه سیب در 1 لیوان آب قبل از هر وعده غذایی، معده و توانایی خود در جذب این مواد مغذی را تقویت کنید. این نوشیدنی به تقویت دستگاه گوارش شما کمک می کند تا بتوانید چربی ها و ویتامین ها و مواد معدنی تقویت کننده اعصاب بیشتری را جذب کنید. 3. کربوهیدرات های تصفیه شده، قندها و غلات را از غذاهایی مانند نان، غلات، بیسکویت ها، شیرینی ها، نوشابه های گازدار، سس ها، نوشیدنی های الکلی و غذاهای بر پایه آرد جدا کنید، زیرا این مواد ویتامین های B را از بین میبرند. 4. آنها را با منابع سالم چربی مانند آووکادو، روغن زیتون فرابکر، ماهی وحشی، گوشت گاو علف خورده و تخم مرغ‌های ارگانیک جایگزین کنید تا قند خون شما تحت کنترل درآید و اعصاب شما را به هم نریزند. 5. افزایش جریان خون برای کمک به تغذیه و التیام اعصاب با ورزش، حداقل 2 بار در هفته با برخی فعالیت‌های سریع که ضربان قلب شما را بالا میبرند. هر روز از کشش ساق پا برای فعال کردن و تحریک اعصاب استفاده کنید. همچنین می توانید در آب داغ و املاح اپسوم حمام کنید تا درد اعصاب کاهش یابد. 6. یکی از بهترین راه‌ها برای کمک به رشد مجدد و ترمیم بافت عصبی آسیب دیده این است که تمام وعده‌های غذایی خود را در یک پنجره 5 ساعته بخورید و به بدن خود اجازه دهید 19 ساعت استراحت و هضم کند. 7. این شکل از ناشتا باعث تحریک سریع می شود و به بدن کمک می کند تا پوشش چربی محافظ اطراف اعصاب شما را بازسازی کند. مکمل هایی برای مشکلات عصبی یا همان نوروپاتی. مکمل های غذایی. در نهایت می خواهیم چند مکمل غذایی را با شما به اشتراک بگذاریم که به ترمیم نوروپاتی محیطی و آسیب عصبی نیز کمک می کند. بنفوتیامین، متیل کوبالامین یا B12. آنزیم های گوارشی. ممنونم از شما که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. برای حمایت بیشتر لطفا ما را لایک کنید، سابسکرایب کنید و گزینه زنگوله اون بالا را هم بزنید تا هر وقت ویدیوی جدیدی آپلود شد شما هم از اون با خبر بشید. ما را به دوستان خودتون معرفی کنید.